درس حقوق مدنی قسمت 4 با استناد به ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید و همچنین با استناد به ماده 960 قانون مدنی هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر کند. از تلاقی این دو ماده با یکدیگر چند نتیجه میگیریم. اولا که سلب حق تمتع نباید مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. دوم آنکه حقوق از دو بعد کلیت دارد، از بعد تعدد حقوق مربوط به شخصیت مانند حق تملک، حق ازدواج، حق انعقاد معامله و از این قبیل. دوم از حیث بعد زمان. متشکرم.